سلام به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: از آینده نامعلوم مردم افغانستان تا تاکید سازمان ملل متحد به ادامه کمک‌های مالی جهان به افغانستان. نماینده سازمان ملل متحد در کابل میگوید نیاز است تا کمک‌های جهان به افغانستان ادامه یابد. من به درخواستم برای تعامل مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان تاکید می‌ورزم. مردم جنگ زده افغانستان خواهان صلح هستند و آنان سزاوار صلح هستند. هشدار وزیر خارجه: برخی گروه‌ها می‌کوشند تا اندیشه‌های جوانان کشور را ماچ قرار دهند. صلاح الدین ربانی می‌خواهد تا جوانان ابزار دست این گروه‌ها نشوند. نسل جوان به جای افتادن در دام ستمگری و ستمپذیری و قرار گرفتن در جایگاه ظالم بودن و یا مظلوم بودن، باید دنبال تطبیق عدالت در جامعه، کشور و نظام باشند. کمک‌های میلیون دلاری به پروژه‌های توسعه‌ای. اداره توسعه ایالات متحده آمریکا 900 میلیون دلار به افغانستان می‌پردازد. در سال‌های اخیر بودجه ما برای افغانستان بیشتر از 1 میلیارد دلار بود و برای سال 2015 بودجه ما برای افغانستان 900 میلیون دلار است. و حمله مرگبار طالبان بر پایگاه نیروهای هوایی پاکستان. در حمله گروهی طالبان بر این پایگاه 45 تن کشته و زخمی شدند. من فؤاد امان هستم. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان بر ادامه حمایت جامعه جهانی از افغانستان تاکید می‌ورزد. نیکولاس هیسم میگوید که مردم افغانستان با یک سرنوشت نامعلوم روبرو هستند و نیاز است تا پشتیبانی جامعه جهانی به گونه پایدار از افغانستان ادامه یابد. و از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا برای تامین صلح به گونه رو در رو گفتگو کنند. از سوی دیگر مشاور امنیت ملی و نخست وزیر سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان از آمادگی‌های اسلام آباد برای میزبانی دور دوم گفتگوهای صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت افغانستان خبر می‌دهد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان که در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویورک سخن می‌گفت، حمایت جامعه جهانی را از افغانستان یک نیاز جدی می‌داند. نیکولاس هیس هم درباره اوضاع کنونی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که تلاش‌های شمار از افغانان برای رفتن به کشورهای دیگر انعکاس دهنده دلسردی آنان از افغانستان است. نیکولاس هیس هم که رهبری یونما را نیز در افغانستان بر عهده دارد، میگوید که تلاش‌های یونما برای تامین صلح در افغانستان ادامه خواهند یافت. من به درخواستم برای تعامل مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان تاکید می‌ورزم. مردم جنگ زده افغانستان خواهان صلح هستند و آنان سزاوار صلح هستند. در این نشست که نماینده همیشگی چین در سازمان ملل متحد نیز حضور دارد، میگوید که بیجینگ از آغاز گفتگوهای صلح میان طرفهای درگیر در افغانستان پشتیبانی می‌کند. بر روز 26 ماه سپتامبر گفتگوهای به سطح مقام‌های بلندپایه چین، ایالات متحده آمریکا و افغانستان در نیویورک درباره بازسازی صلح‌آمیز افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای آغاز خواهد شد. از سوی دیگر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی نخست وزیر پاکستان میگوید که اگر افغانستان بخواهد، حکومت پاکستان آماده است تا دور دوم گفتگوهای صلح را میزبانی کند. در همین حال شورای عالی صلح کشور که از این پیشنهاد پاکستان استقبال می کند، اما آغاز گفتگوها را با طالبان به برقراری یک آتشبس سراسری در کشور مشروط می سازد. ما این شرایط در وقت متوافر می‌دانیم که قبل از آغاز مذاکرات آتشبس سرتاسری حکم فرما شده باشه. نخستین دور گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بر روز 7 ماه جولای در اسلام آباد برگزار شد، اما پس از پخش شدن خبر مرگ ملا عمر دور دوم این گفتگوها ملغا گردید و این روند پس از حمله‌های مرگبار در پایتخت با یک بنبست روبرو شده است. ولی آریا کارشناس مسائل سیاسی از لندن با ماست. آقای آریا بسیار خوش آمدین. چرا پاکستان زیاد تاکید دارد تا دور دوم گفتگوهای صلح به میزبانی خودش میان طالبان و حکومت افغانستان از سر گرفته شود، در حالی که حکومت افغانستان هیچ باور به صداقت این کشور در گفتگوهای صلح ندارد و یک فضای بی‌اعتمادی در روابط میان افغانستان و پاکستان حاکم است؟
خب طبیعی است ما در مراحل و مقاطع مختلف پروسه صلح در گذشته هم شاهد ای بودیم که پاکستان همیشه پافشاریش ای بوده که جریان مذاکرات با طالبان بر اساس شرایط و خواستهای خود پاکستان صورت بگیره و در واقع ابتکار عمل نزد خودشان باشه و تعیین کننده اجندا و تعیین کننده طرز العمل ها بیشتر آنها باشند و فعلا هم این مستثنا نیست از موارد گذشته. اما رئیس جمهور غنی گفته که ما نمیخواهیم از پاکستان تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پادرمیانی کنه، فقط از این کشور یک خواست داره از حمایت این گروه دست برداره و نگذاره پایگاه‌های مخالفان مسلح دولت افغانستان در پاکستان وجود داشته باشه. خب خواست بسیار منطقی است خواست دولت افغانستان، ولی سوال اینجاست که آیا بدون پافشاری جامعه جهانی و بدون نقش بسیار جدی قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آیا چنین چیزی ممکن هست؟ تجربه گذشته نشان داده که نخیر. بنابراین فشار فعلا باید از جانب دیپلماسی افغانستان و دولت روی جامعه جهانی ای باشه که حتی اگر لازم باشه تحریم ها هم بر علیه پاکستان در آینده مد نظر گرفته شود. چیزی که فعلا به هر حال بسیاری از نهادهای مستقل بین المللی کشورهایی که به هر حال به نحو هوادار موضع افغانستان هستند به نحو فزاینده به این نتیجه رسیدن که وادار کردن پاکستان برای ایفای نقش سازنده و مثبت در ارتباط با قضیه افغانستان تنها زمان مقدور هست که این روی کرده که غرب و آمریکا در ارتباط با معضلات بین المللی دیگر داشتن، من جمله به طور نمونه موضوع هسته‌ای ایران، تا چنین موضوعگیری مشابه و سیاست مشابه کشورهای غربی در قبال پاکستان نداشته باشند بسیار مشکل به نظر میرسه که پاکستان بتونه نقشی را ایفا بکنه که در واقع خواست اکثریت حتی خود مردم پاکستان هم هست، به این معنا که دست از مداخلات نظامی و بی‌ثبات‌سازی افغانستان برداره. آقای آریا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد تا بار دیگر گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان رو در رو برگزار شود و در کنار از این نماینده چین هم بار دیگر پشتیبانی کشورش از این روند اعلام کرد. فکر میکنین که تاکید جهان بر اثرگیری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و پاکستان میتونه به گونه فشار بر پاکستان باشه تا این بار صادقانه وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شود؟ به طور غیر مستقیم بله، ولی نشانه هایی که ما فشار مستقیم را روی پاکستان شاهد باشیم از جانب جامعه جهانی به آن طوری که خود افغان ها میخوان و آن طوری که لازم هست برای موفقیت پروسه صلح، هنوز چنین شواهد و قرائنی را ما نمیتونیم که مشاهده بکنیم. ولی خب بعضی اظهار نظرهای از جانب بعضی مقامات ارشد ناتو و آمریکایی صورت گرفته در این اواخر که دال بر نوعی خوشبینی هست از جانب آنها، ولی آیا این خوشبینی مبتنی بر یک نوع ساده لوحی است یا مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین؟ این موضوعی است که به هر حال در ظرف هفته‌های آینده و ماه‌های آینده معلوم خواهد شد. به عنوان نمونه در کنفرانسی که همین چند روز قبل در آلمان برگزار شده بود در سازمان مسائل امنیتی، یک مقام ارشد ناتو، مقام نظامی ارشد ناتو و آمریکا در اینجا حضور داشت، گفت که ما نگرانی ما افغانستان و پاکستان و مشکل افغانستان و پاکستان به اندازه سوریه و اوکراین و حتی حوزه بالکان که از ثبات بسیار خوب برخوردار هست نیست و ما به هر حال در آینده نزدیک شاهد تحولات خواهیم بود. به هر حال باید ببینیم که این تحولات مبتنی بر کدام واقعیت‌ها یا کدام تحولات است که
صورت گرفته. حالا نیکولاس هیسم، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، از وضعیت نامعلوم افغانستان به جهان هشدار داد و از این کشورها خواست تا کمک‌های مالیشان به افغانستان باید به گونه دوامدار ادامه پیدا کنه. فکر می‌کنین که این هشدارها میتواند جهان ترغیب بر ادامه کمک‌های مالی و سیاسیشان به افغانستان بکنه؟ ساکوتا. خب امیدواری زیاد هست، به خاطر اینکه نگرانی ها زیاد شده. شما ببینید در همین موج اخیر مهاجرت به سمت اروپا از 380,000 آواره که از کشورهای مختلف من جمله سوریه به هر حال که بیشترینشان سوری ها بودن وارد اروپا شدن، 50,000شان افغان ها بودن که این خود به نحو بی سابقه است در سالهای گذشته و این یک نوع نگرانی بسیار زیادی را ایجاد کرده در بین پالیسی سازان در اینجا. به هر حال امیدواری هست که چنین به هر حال موضع‌گیری که صورت گرفته از جانب نماینده ملل متحد در افغانستان بتوانه به هر حال مثمر ثمر باشه. سپاس از حضورتان در برنامه. ولی آریا، کارشناس مسائل سیاسی از لندن. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه از جوانان کشور می‌خواهد تا ابزار دست گروه‌هایی نشوند که در تلاش ایجاد نابسامانی‌ها در کشور هستند. صلاح الدین ربانی در مراسم رونمایی آثار پدرش برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که برخی از گروه‌ها می‌کوشند تا اندیشه‌های جوانان کشور را آماج قرار دهند و از این راه سود ببرند. تنها 2 روز پیش از سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین، در مراسم رونمایی آثار وی در کابل از تلاش‌های ابراز نگرانی می شود که می گویند برای آماج قرار دادن اندیشه‌های جوان کشور برآ افتادند. نسل جوان به جای افتادن در دام ستمگری و ستمپذیری و قرار گرفتن در جایگاه ظالم بودن و یا مظلوم بودن باید دنبال تطبیق عدالت در جامعه، کشور و نظام باشند. در این میان بحث ناخشنودی اطرافیان برهان الدین ربانی از گماشته شدن وی به سمت ریاست شورای عالی سال نیز مطرح است. اکثریت دوستان ما با اینکه استاد بیس رئیس شورای عالی سال تشریف ببرن مخالفت داشتن. تنها خودشان یک فلسفه و یک تدبیر عنوان میکردن که نخیر، شورای عالی سال موقف و مقام نیست، جایگاهی است که برای خدمت گذاری برای مردم افغانستان. تا کی، تا چی وقت برای مشکلات ما میتونیم که صبر کنیم و چقدر دیگه باید مثل استاد و هزارها جوان ناکام از این کشور ما هر روز شهید بتیم. برهان الدین ربانی در 29 ماسانبله سال 1390 هجری خورشیدی در انفجار در خانه‌اش در وزیرک برخان کشته شد. این ترور از سوی فردی انجام یافت که خود را پیام‌آور سال می‌گفت و مواد انفجاری را در دستارش جابجا کرده بود. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. ادامه خبرها. نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا تا پایان امسال میلادی 900 میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند. مسئولان این اداره می‌گویند که همساله نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار در پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان هزینه می‌کند و امسال بودجه این نهاد برای تمویل پروژه‌ها در افغانستان 900 میلیون دلار است که در بخش‌های گوناگون هزینه خواهد شد. از سوی هم مسئولان وزارت مالیه با خرسندی از کمک‌های نهاد توسعه ایالات متحده آمریکا به افغانستان بر هزینه بخش زیاد از این کمک‌ها از طریق بودجه ملی تاکید می‌ورزد. مسئولان اداره توسعه ایالات متحده آمریکا در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز کمک‌های سالانه این اداره را به افغانستان در حدود 1 میلیارد دلار می‌گویند. آنان با تاکید به عملی شدن پروژه‌هایی که پیش از این با کمک این اداره آغاز شدند، می‌گویند که 54 پروژه جدید 5 ساله را در افغانستان طرح‌ریزی کردند و با نهایی شدن این طرح‌ها 1 میلیارد و 300 هزار دلار برای عملی شدن این پروژه ها هزینه خواهند شد. در سالهای اخیر بودجه ما برای افغانستان بیشتر از 1 میلیارد دلار بود و برای سال 2015 بودجه ما برای افغانستان 900 میلیون دلار است و این پول برای 1 سال است که باید در بخش‌های گوناگون در افغانستان هزینه شود. از سوی هم مسئولان این اداره کاهش کمک‌های اداره توسعه ایالات متحده آمریکا را در سالهای آینده رد نمی‌کنند، اما می‌گویند که آنان تلاش دارند کاهش کمک‌ها مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای آنان در افغانستان باشد.
ما توقع نداریم که کمک‌هایمان در سالهای بعدی از این بیشتر شود، بلکه کمتر هم خواهد شد. اما ما تلاش می‌کنیم که کاهش کمک‌هایمان با در نظر داشت برنامه‌مان در افغانستان باشد تا توسعه پایدار افغانستان را کمک کرده باشیم. در این حال مسئولان وزارت مالیه با خوشبینی به کمک‌های دارای توسعه ایالات متحده آمریکا بر هزینه بیشتر کمک‌ها در برنامه‌های در اولویت حکومت وحدت ملی تاکید دارند. تا زمان خودکفایی کمک‌های از اینا برای ما مهم است، از اهمیت خاصی برخوردار است و ما میتونیم بر اساس همین کمک‌ها موارد و برنامه‌هایی که ما طرح‌ریزی کردیم، تعهداتی که ما داریم بر از او جامعه عمل بپوشانیم. این در حالی است که مسئولان اداره توسعه ایالات متحده آمریکا میگویند که در حال حاضر 123 پروژه توسعه‌ای که زمان عملی شدن آنها تا 5 سال است در افغانستان عملی می‌سازند. این مسئولان هزینه این پروژه ها را که از پیش کار آنها آغاز شدند بیش از 8 میلیارد دلار میگویند. در یک حمله گروهی طالبان پاکستانی بر یک پایگاه نیروهای هوایی این کشور 20 تن کشته شدند و 25 تن دیگر به شمول 10 سرباز پاکستانی زخم برداشتند. مقام‌های نظامی پاکستان میگویند که این حمله بامداد امروز در شهر پشاور انجام شد و 16 نمازگزار یک مسجد در این پایگاه در میان کشته شدگان هستند. این مقام‌ها میگویند که در درگیری میان نیروهای پاکستانی و مهاجمان 13 مهاجم نیز کشته شدند. یک پایگاه نیروی هوایی پاکستان در 10 کیلومتری جنوب پشاور بامداد روز جمعه آماج یک حمله گروهی طالبان پاکستانی قرار گرفت. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان مهاجمان از 2 بخش بر پایگاه بدبیر حمله کردند و پس از آن به گروه‌ها تقسیم شدند. این حمله نیروهای کماندو هوایی و واکنش سره پاکستان را وادار ساخت که به گونه مشترک در برابر مهاجمان دست به کار شوند. در بیانیه پخش شده از سوی ارتش پاکستان آمده است 16 تنه که در مسجد در این پایگاه نیروی هوایی مشغول ادای نماز بودند در میان کشته شدگان هستند. این هم اسفندیار فرمانده شاخه گروه جناح است که در درگیری با مهاجمان کشته شد. 5:20 का टाइम था कि मैं मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहा था. 5:20 دقیقه بود و من مشغول ادای نماز در مسجد بودم که تیراندازی آغاز شد. نمازم را تکمیل کردم و شنیدم که شماری از هراس‌افکنان به این پایگاه داخل شدند و تیراندازی می‌کنند. دا 7:30 بجې واقع دا ایربیس باندې اټیک شروع او مونږ جوړلو انټری مو وکوله د QRF ځوانان نو په هغه کې مونږ باندې اټیک وشو ډزې وشوه خو خدای مونږ پاتې کړو هغو کې کسان ولګېدې. این حمله شمار از مقام‌های بلندپایه پاکستانی به شمول نخست وزیر و رئیس ارتش را وادار ساخت تا راهی پشاور شوند. رئیسان ارتش و نیروی هوایی پاکستان از سربازان زخمی شده این رویداد دیدار کردند. نثار علی خان وزیر داخله پاکستان کارکرد نیروهای امنیتی پاکستان را از بهر رویارویی با مهاجمان می‌ستاید و میگوید که نیاز است تا پیکار با هراس افغانی ادامه یابد. پس از حمله سال پار طالبان بر یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان، این دومین حمله مرگبار و تکان دهنده در پشاور گفته می شود. به روز 16 ماه دسامبر سال پار میلادی، یک مکتب زیر اداره ارتش پاکستان گواه یک حمله گروهی طالبان پاکستانی بود، رویدادی که نزدیک به 150 کشته بر جا گذاشت. تا لحظات دیگر دیدار تیم‌های دعباسین سپه و موج‌های آمو در ادامه لیگ برتر افغانستان روشن. ادامه خبرها. موج‌های آمو برای نخستین بار جواز حضور در مرحله نیمه پایانی لیگ برتر افغانستان روشن را به دست آورد. در آخرین دیدار از مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها تیم‌های موج‌های آمو و دعباسین سپه در برابر یکدیگر قرار گرفتند که در پایان موج‌های آمو 10 نفره با نتیجه 1-0 دعباسین سپه را از پیشرویی برداشت. بدین ترتیب د اسپینغر بازان و موج‌های آمو از گروه نخست و شاهین آسمایی و د میوند اتلان از گروه دوم به مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها راه یافتند. موج‌های آمو و دعباسین سپه در حال به مسافه هم رفتند که هر دو تیم برای صعود به مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها نیاز به پیروزی در این دیدار داشتند. بازی را موج‌های آمو هجومی آغاز کرد و در لحظات ابتدایی چند حمله نصفه و نیمه را روی دروازه دعباسین انجام داد.
در دقیقه 16 بازی مهاجم دعباسین در موقعیت تک تک قرار گرفت، اما نتوانست به خوبی به توپ ضربه بزند و توپ با اختلاف زیادی به بیرون رفت. در دقیقه 19 بار دیگر مهاجم دعباسین با پاس در عمق همتیمیش در موقعیت خوبی قرار گرفت و این بار نیز با بی‌دقتی توپ را به بیرون از چارچوب دروازه زد. در ادامه بازی در نیمه نخست دو تیم بازی پا به پای از خود به نمایش گذاشتند و نیمه نخست با برابری بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه 51 روی یک ضد حمله دعباسین صاحب موقعیت شد که مهاجم این تیم با خطای هدایت الله احمدی بازیکن شماره 8 موجها در درون محوطه جریمه متوقف شد و داور بازی با اخراج هدایت الله احمدی یک پنالتی به سود دعباسین اعلام کرد. ضربه پنالتی را اسمت الله جاغوری بازیکن شماره 6 دعباسین با بی‌دقتی تمام به بیرون زد. سرانجام در دقیقه 70 بازی قفل دروازه ها شکسته شد و قسمت احمدی بازیکن شماره 18 موجها با فرار در عمق و جا گذاشتن دروازه‌بان و مدافع دعباسین دروازه دعباسین را باز کرد و تیم 10 نفره موجها پیش افتاد. در ادامه حملات دو تیم نتیجه در پی نداشت و تیم 10 نفره موجها با برتری در برابر دعباسین برای نخستین بار جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها شاهین آسمایی به مصاف موجهای آمو خواهد رفت و د اسپنغر بازان با دمیوند اتلان دیدار خواهد کرد. مقام‌های ولایت بلخ از پاکسازی بخش‌های آسیب‌پذیر این ولایت در عملیات الماس 2 خبر می‌دهند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می‌گوید که در این عملیات ضربات سنگین به هراس‌افغانان وارد شده است و بخش‌های ناامن ولسوالی چمتال که مرکز مهم هراس‌افغانان در این ولایت به شمار می‌رفت از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شدند. عملیات الماس 2 3 روز پیش بر رهبری عطا محمد نور در بخش‌های آسیب‌پذیر ولایت بلخ راه اندازی شده و هنوز هم ادامه دارد. بار دیگر عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در لباس نظامی در کنار نیروهای امنیتی دیده می شود. این بار رهبری عملیات الماس 2 را به عهده دارد. عملیاتی که 3 روز پیش در بخش‌های آسیب‌پذیر ولایت بلخ راه اندازی شده است. آقای نور بر ضرورت راه اندازی این عملیات تاکید می کند و می گوید اگر مراکز هراس‌افغانان را در بخش‌های آسیب‌پذیر ولایت بلخ آماج قرار نمیداد، ولایت بلخ هم همانند ولایت‌های کندوز و فاریاب ناامن میشد. و این سبب شد که سبب روحی قوای مسلح و همدردی با قوای مسلح افغانستان شد و ولایت بلخ یک مقدار مسئول باقی بمانه وگرنه ما هم امنیت ما مثل بدخشان، کندوز، فاریاب، جوزجان و سرپل میشد خدای نخواسته که تا امروز مردم ما نسبتا زیاد مسئول است. آقای نور میگوید در این عملیات 10 روستا از وجود هراس‌افغانان در ولایت‌های بلخ، جوزجان و سرپل پاکسازی شده است. وی میگوید که در نتیجه عملیات الماس 2 تمامی بخش‌های کوه البرز که پایگاه‌های هراس‌افغانان در آنجاها وجود داشت نیز پاکسازی شده و تلفات سنگین بر جنگجویان طالب وارد شده است. کوه البرز با تمام بزرگش و ساحه بزرگی که در یک طرفش با ولایت سرپل وصل است، یک طرفش با ولایت جوزجان وصل است. این کامل این مناطق هم تصفیه شده الحمدلله. تلاش داریم که ما در 3 منطقه مربوط کوه البرز ویزای مستحکم و محکمی جور بکنیم، هم از پلیس محلی و هم از قوات‌های نظامی تا خدا بخواد که برای آینده این مناطق مسئول باقی بماند. سرپرست ولایت بلخ میگوید در این عملیات به غیر نظامیان آسیب نرسیده است و 3 پایگاه نظامی نیز در دامنه‌های کوههای البرز افراز شده است تا جلوی فعالیت‌های هراس‌افغانان گرفته شود. ادامه خبرها را در تولونیوز دنبال کنید. هواداران تئاتر زنده در ولایت هرات پس از 3 دهه به گونه چشمگیر افزایش یافته است. هنرپیشگان تئاتر این ولایت روزهای جمعه با اجرای نمایش‌های هنری در سالن تئاتر این ولایت هوادارانشان را سرگرم می‌کنند. در همین حال بازدید کنندگان این برنامه می‌گویند که عملی نبودن داستان‌های هنری با طنز توانسته است بخش‌های مهم از مشکلات اجتماعی را بازگو کند. هنر تئاتر در هرات پیشینه نزدیک به 100 سال دارد.
چندین دهه پیش هنرپیشگان تئاتر هرات با نمایش‌های هنری بر روی صحنه می آمدند و داستان‌های کوتاه را با طنز و کنایه عملی می کردند. اما جنگ‌های داخلی در کشور باعث شد اجرای این نمایش‌ها متوقف شوند و یا این برنامه‌ها دیگر هواداری نداشته باشد. اما سال پار پس از چندین دهه هنرپیشگان تئاتر در هرات بر روی صحنه آمدند و با اجرای پارچه‌های هنری به گونه زنده برای هواداران تئاتر چشمان این تماشاگران را به سوی خود خیره ساختند. بی از اینکه از کسی فیس بگیرن یا پول بگیرن، امروز ما خیلی خوشحالیم که 1.5 سال میشه همین هنرمندایی که شما در سطح هرات داریم زیادتر اینجی بعضی افتخاری هم بعضی رسمی هم کار میکنن بدون معاش، بدون کسی که از دم در تکیت بگیره. امروز برای ما افتخاره، جای افتخاره که در سطح افغانستان اولین تئاتریه که تئاتر زنده برگزار میشه. استقلال مردم هم زیاده، خیلی زیاده. اگر ما سالون کلانتر باشه امکان داره که فامیلان بیشتر اشتراک کنن. پس از چاشت هر جمعه هواداران بسیاری در پشت دروازه سالون تئاتر این ولایت صف میکشند و برای دیدن نمایش‌های هنری تئاتر در انتظارند. معمولا این نمایش‌ها بسیار تاثیرگذار است به روی افراد جامعه و به روی حتی به خود ما تاثیرگذار است که ما هر نمایشی که اجرا میشه از اون نمایش پند میگیریم، نصیحت میشه به ما که بعد همو افکاری که به کار میرود بعد ما اونا رو به زندگی خود پیاده بکنیم. اما شماری از هنرپیشگان هرات از بی‌پروایی حکومت به وضعیت این هنرپیشه‌ها شکایت می‌کنند. شماری از اعضای مدیریت تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات ادعا می‌کنند که تاکنون هیچ نهاد و یا شخصیت دولتی از کار آنان استقبال نکرده است و با آن هم شمار بسیاری از این هنرپیشه‌ها به گونه رایگان بر روی صحنه می‌آیند. مثلا یک سالون تئاتر نداریم، اگه سالون سینما تئاتر داشته باشیم خیلی خوب میشه. اگه کارا با استاندارد شده نیه بخصوص سالون. ما وقت تشکیل ما 18 نفر بود، حالا خود مدیر ما شده ما 6 نفر. ما خیلی هنرمندای داریم که به صورت رایگان خود ما کار میکنن و ما توقع از دولت داریم، از وزارت اطلاعات فرهنگ کمی پرسنل ما بیشتر کنم. جوانای زیاد داریم که علاقه‌مند و هنرم ولی متاسفانه تشویق نمیشن. همینطور که ما تشویق نمیشیم اونام نمیشن. برای نخستین بار این هنر از سوی استاد عبدالواحد بهره و استاد فکری سلجوقی در سال 1301 هجری خورشیدی در هرات بنیانگذاری شد. از این رو تئاتر هرات با پیشینه‌ترین تئاتر کشور به شمار می رود. فرمانده قلاردوی 207 ظفر در غرب کشور از شکست طالبان در این بخش‌ها خبر می‌دهد. این نظامی کشور در مراسم فراغت 600 سرباز تازه نفذ ارتش هشدار می‌دهد که نیروهای مسلح کشور جلو هر گونه فعالیت‌های طالبان را خواهند گرفت. نیروهایی که تازه برای دفاع از کشور جنگ افزار برمی‌دارند. این سربازان ارتش مثل دیگر همرزمانشان پس از آموزش‌های نظامی آماده تامین امنیت و نابودسازی هراس افغانان به پیش طالبان هستند. این نیروها برای انجام مأموریت به ولایت‌های هرات، فراغ، غور و بادغیس خواهند رفت. 600 نفر تعداد بسیار زیاد است که سربازای جدید که با فراگیری تعلیمات بسیار خوب به اصطلاح مسلکی اینا که میرن یا در سطح بلند بردن سطح ازارات پرسنل ما فوق العاده رول اساسی دارند. این سربازان تازه نفس ارتش در بخش‌های گونه نظامی آموزش دیدند. اینا از تعلیمات مسلکی تکتیک، انداخت، صنوف مختلفی که حقوق بشر است، برخورد با اهالی ملکی است، اسراست، زخمیاست و همچنان مخابره است، مسائل دینی و عقیدتی است. ما اینجا در این میدان تعلیم آموختیم و جواب دندانشکن را به دشمنای خائن کشور میدیم. دلته موږ تعلیم زده کړو او یو سم یاد کړل، یو سم لاس ته راوړلو، تر هغه سم یاد کړل چې موږ په هغه باندې وکړو چې خپل دښمن ته ماته ورکړو او هغه د مخې نه لرې کړو. از تمامیت ارضی خود دفاع کنیم و در مقابلش ایستاده هستیم حتی تا قربانی. ناآرامی‌ها در بخش‌های غربی کشور نیز نگران کننده است. از همین رو خواست‌ها برای تامین امنیت این بخش‌ها جدی مطرح می‌شوند. در حوزه امنیت هرات تحرکات بسیار بیشتری لازم هست و این میطلبه که مقامات امنیتی طراز اول و به ویژه دو رئیس بزرگوار در این رابطه باید تصمیمات بسیار جدی‌تری بگیرند. در 6 ماه پسین نزدیک به 2000 تن در غرب کشور به ارتش پیوستند، اما هنوز هم فرار روزافزون نیروهای مسلح کشور نگرانی‌های سخت را به همراه داشته است.
رئیس جمهور غنی دستور تعدیل قانون مالیات بر عایدات را داده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که برای حل مشکلات برخاسته از مواد قانون مالیات بر عایدات قرار است که به دستور رئیس جمهور این قانون تعدیل شود. در همین حال اتحادیه ملی پیشاوران میگوید تا زمانی که جلوه فساد در گردآوری مالیات گرفته نشود، آوردن تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات سودمند نخواهند بود. رئیس جمهور غنی در جلسه کابینه به وزارت مالیه و عدلیه دستور داده است تا با در نظر داشت مشکلات در قانون مالیات بر عایدات این قانون را تعدیل کند. در این حال مسئولان وزارت مالیه میگویند که برای حل مشکلات بخش خصوصی و بهبود روند گردآوری مالیات بر عایدات به زودی طرح تعدیل این قانون را خواهند ساخت. هرگز کاری نمی‌کنیم که برای تجار ملی خود یا برای مالیات دهندگان خود مشکل ایجاد کنیم. همواره تلاش کردیم که در تمام تغییرات و تعدیلاتی که ما میاریم نظریات از اونها را داشته باشیم. در این حال مسئولان اتحادیه پیشاوران با استقبال از این عملکرد حکومت بر شفاف ساختن روند گردآوری مالیات بر عایدات تاکید دارند. وقتی مالیه ساده میشه و مالیه متناسب و قابل تحمل میشه، در این صورت ما فکر میکنیم که تعداد بیشتر اشخاص حاضر به پرداخت مالیه خود بودند. ضمن از اینکه ما تعدیلات در قوانین میاریم، همچنان باید فساد، خصوصا فسادی که در سطوح پایین وجود داره، این از ادارات گم شود. این در حالی است که چند پیش شماری از اصناف و پیشاوران در اعتراض به بلند بودن مالیات بر عایدات و وجود فساد اداری در این بخش دست به اعتصاب کاری زدند. این افراد از حکومت خواسته بودند که تعدیلات لازم در قانون مالیات بر عایدات با وجود آرد. یما بهروز، یک خبرنگار در ولایت بدخشان از سوی مردان ناشناس کشته شد. مقام‌های محلی در ولایت بدخشان میگویند که مردان ناشناس نیمه‌های دیشب بر خانه یما بهروز 2 بمب دستی پرتاب کردند که در نتیجه این خبرنگار کشته شد. اتحادیه خبرنگاران ولایت بدخشان با نگرانی از کشته شدن یما بهروز از نیروهای امنیتی می‌خواهد تا در بازداشت قاتلان این خبرنگار بی‌پروا نباشند. بدخشان برای نخستین بار گواه کشته شدن یک خبرنگار جوان است. یما بهروز، خبرنگاری آزاد و عضو اتحادیه خبرنگاران بدخشان، نیمه های دیشب از سوی مردان ناشناس کشته شد. نزدیکان یما بهروز میگویند که 3 مرد ناشناس نیمه های دیشب در نخست یک بم دستی را به خانه یما پرتاب کرد. پس یما از داخل خانه بیرون می شود و مردان ناشناس با صدا زدن نام وی در دروازه خانه اش با پرتاب بم دومی آن را کشتند. این بسیار جای تاسف است که در شب و در روز حتی ما در خانه ای که زندگی میکنیم آرامش نداریم و این را تضمین کردن نمیتونیم که چی وقت ما زنده هستیم و چی وقت ما از بین میرویم. و اگر نمیتونن گرفته بیاین رهبرای ما استعفا بدن، جوانمردانه استعفا بدن تا بکی ما شاهد قتل و کشتار، تا بکی شاهد ازی باشیم که بهترین جوانای خود در این سرزمین از دست بدیم. در همین حال اتحادیه ژورنالیستان بدخشان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در گرفتاری قاتلان یما بهروز بی‌پروایی نکنند. در حصر یک حمله ناجوانمردانه و وحشیانه اینها حوالی 2 بجه شب که به منزل مسکونیشان یک بم آتشی دستی پرتاب میشه و به تعقیب آن بم دیگری که به دروازهشان نصب بوده به شهادت میرسند. هیئت رهبری شورای عالی خبرنگاران و رسانه‌ها در ولایت بدخشان این حمله را با شدیدترین لحن تقبیح می‌نماید و از حکومت، از مسئولین نظامی جدا می‌خواهیم تا عاملین این قتل را هر چه زودتر بازداشت بکنند. یما بهروز، خبرنگاری آزاد و عضو اتحادیه خبرنگاران بدخشان، 1 سال پیش از دانشکده ژورنالیسم دانشگاه بدخشان سند فراغت را به دست آورد. وی از سالها بدین سو عضویت اتحادیه خبرنگاران ولایت بدخشان را داشت. خانواده این خبرنگار چشم به نیروهای امنیتی دوخته اند و منتظر گرفتاری قاتلان یما بهروز هستند. ادامه چانه‌زنی‌های رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش والیان لوی سارنوال و رئیسان مستقل نهادهای دولتی سبب ناتوانایی حکومت داری محلی، افزایش فساد اداری و بی‌باوری‌های مردم نسبت به حکومت شدند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی با تاکید بر این مطلب میگویند که رهبران حکومت باید توجه به سلیقه‌های کوچک گروهی و شخصی را کنار بگذارند و هرچه زودتر به سرپرستی‌ها در نهادهای دولتی
پایان دهند. با آنکه نزدیک به 1 سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، وزارت دفاع ملی لوی سارنوالی برخی از ولایت‌ها و برخی از اداره‌های دولتی همچنان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. حکومت وحدت ملی و داستان دنباله‌دار سرپرستی با گذشت نزدیک به 1 سال از ایجاد حکومت وحدت ملی، افزون بر دادستانی کل کشور، وزارت دفاع ملی و چند اداره مستقل دیگر، کمتر یا بیشتر از 10 ولایت کشورمان از سوی سرپرست والیان اداره می شوند. پیامدهای سرپرستی در 2 قوه حکومت، قضاییه و اجراییه، هم این گونه فشرده می شوند. مردم تمام روز دم در نهادهای دولتی محلی سرگردان هستند، اما در پایان روز کارهایشان انجام نمی شوند، زیرا سرپرست والیان صلاحیت کامل ندارند. در جزئیات تفاوت نظر هست و البته در نهایت مسئله حل میشه، ولی انتظار مردم این است که هرچه زودتر مسائل حل شود تا ساختار حکومت کامل شود. باورها بر این هستند که اختلاف‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه درباره تعیین والیان، رئیسان، وزیر دفاع و دادستان کل کشور علت اصلی به درازا کشیده شدن سرپرستی هاست. مگر قتل رجال است در افغانستان؟ مگر افراد پیدا نمیشه؟ مگر اینا مصروف چی هستند؟ ولایتی که حتی مسئولیت هم دارن، بعضی از رهبران که خاص والی معرفی کنن تا حال مصروف چانه‌زنی هستند. و اما خواست مردم خواست همیشگی و داد و فریادشان از بی‌نظمی ها. سرپرست بودن از بین بروه و از صدق دل کار بکنه تا زمینه کار برای مردم مساوی شود، امنیت برای مردم مساوی شود. پیش از این حکومت درباره تعیین والیان، دادستان کل و رئیسان اداره های مستقل واژه بزودی را به کار برده است، اما اکنون حکومت در این باره چیزی نمیگوید. باشندگان ولایت ننگرهار آماده‌اند تا با نیروهای دولتی بسیج شوند و در برابر طالبان و گروه داعش بجنگند. این باشندگان که در برابر ساختمان ولسوالی اچین گرد آمدند میگویند که از ظلم گروه داعش به سطوح آمدند و از بی‌پروایی حکومت افغانستان سخت ناخشنود هستند. در همین حال ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز تاکید می‌ورزد که مردم آماده ایستادن در کنار نیروهای دولتی برای مبارزه با داعش و طالبان هستند. باشندگان بیجا شده ولسوالی اچین ننگرهار که از ظلم گروه داعش به سطوح آمدند، از بی‌پروایی حکومت شکایت دارند. کودک و پیر جوان این باشندگان اشک می‌ریزند و میگویند که کودکان و جوانان بیگناه آنان را گروه داعش کشته است و خانه‌هایشان را آتش زده است. این کودک اشک می‌ریزد و میگوید که گروه داعش پدر بیگناهش را کشته است و هیچ کسی به فریادشان نرسیده است. نم پلار کام کی پاچه دلو نور امارات کی اونیچ کی و پسند بیگناه وجل. این پیرمرد که فرزندش را گروه داعش در برابر چشمانش سر بریده است، توان گپ زدن را ندارد. این مادر پیر ظلم ستم گروه داعش را برمی شمارد و تصور این ظلم ستم به اندازه به این مادر هولناک بوده است که وی را زمین گیر می سازد. منگم شاته ولاړی او تاسو اقدام وکړئ دغه مصیبت نه منګه خلاص کړئ. باشندگان ولسوالی اچین که همه چیزشان را از دست دادند و نزدیکانشان در برابر چشمانشان سر بریده شدند و خانه‌هایشان سوختند و مواشیشان را گروه داعش با خود برده است، میگویند که در زیر یک چادر 5 خانواده به سر میبرند. من سر حکومتی سام کردی نکردی، کامو سر نکردی، تماشام که د دې نه مخکې تماشا کوو حکومت دغسې غم مو کړی چې هغه ځای کې یو کیم راته جوړ شي و منډه وکړو، هغه ځای کې چې ځای په ځای هغه ښځې واړه خو هم په ځای که نه.
این در حالی است که به تازگی در یک حمله هواپیماهای بی سرنشین ایالات متحده آمریکا در ولایت ننگرهار 5 جنگجوی داعش به شمول یک فرمانده آنان کشته شدند و ریاست امنیت ملی ننگرهار نیز 10 تن را بازداشت کرده است که 2 عضو گروه داعش نیز مشمول بازداشت شدگان هستند. داعش تندروترین گروه هراس افغان که خشنترین عملکردها در کارنامه دارد اکنون در برخی از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار جا گرفته است. شورای ولایتی لوگر مقام‌های پیشین این ولایت را به سهلانگاری در کار نابودسازی بزرگترین پایگاه طالبان در ولسوالی محمد آقا متهم می‌سازد. رئیس این شورا برخی از مقام‌های پیشین لوگر را به حمایت از گروه طالبان نیز متهم می‌سازد و خواهان پیگرد قانونی آنان است. اما والی پیشین لوگر از وجود پایگاه طالبان در روستای زرغون شهر ولسوالی محمد آقا این ولایت ابراز بیخبری می‌کند و می‌گوید که اطلاعات کشفی هم در این باره وجود نداشته است. 9 سال طالبان در اینجا حکم روایی کردند. جنگجویان این گروه پناهگاه مستحکمی در اینجا ساخته بودند. این یکی از بزرگترین پایگاه‌های طالبان در جنوب شرق کشور پنداشته می‌شد. اما چرا در این مدت کاری برای نابودی این پایگاه و بیرون راندن طالبان از اینجا نشد؟ ممکن اینمی پایگاه در یک جایی موقعیت داشته باشه که ما به اونمو یا روبرو نشده باشیم یا اطلاعات و کشفی ما که بود بریازوا معلوم نشده باشه، ولی بسیاری مراکز دشمن را از بین بردیم. طالبان در اینجا کارنامه‌های بدی برجا ماندند. از سر بریدن ها تا حمله های بزرگی در پایتخت و دیگر ولایت های گرد و پیش لوگر. مسئول ریشه گرفتن مستحکم طالبان در لوگر مقام های پیشین این ولایت پنداشته می شوند. کسایی که در ولایت لوگر مسئول بودند اونا بی‌توجهی کردند همین بخش و اینا باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. از لوگر چندین بخشی از کشور تا پایتخت سخت تهدید می شده است. گفته می شود که درست از همین پایگاه بزرگترین حمله های سازماندهی شده بود. اما ظاهراً اکنون حکومت بر از میان برداشتن این تهدیدها به گونه جدی آستین برزده است. رئیس جمهور افغانستان قسمی که تعهد سپرده بود مرکز مشخص هماهنگی عملیات قوای امنیتی دفاعی افغانستان را ایجاد کرده و در هر نقطه‌ای که در افغانستان تهدید متوجه مردم ما و قوای امنیتی دفاعی ما شود عملیات هدایت میده تا در اوج صورت بگیره و تهدید محو شود و هیچ نقطه مستثنا نمی باشه. بزرگترین پایگاه طالبان در ولسوالی محمد آقای لوگر موجودیت هراس افغانان را تا دروازه های پایتخت نشان می دهد. ظاهراً امنیت کابل از گرد و پیشش سخت زیر تهدید است. 2 روز پس از رویداد خونین پغمان صدها تن از شهروندان کشور برای خوشگذشتاندن وقت میله و تفریح به بخش‌های سرسبز و تفریحی این ولسوالی رفتند. آنان میگویند که هراس افغانان نمیتوانند اراده مردم را نابود سازند. از کودکان تا جوانان و بزرگسالان با نیکایش حمله 2 روز پیش در ولسوالی پغمان به این باورند که نیروهای دولتی از آزمون تأمین امنیت موفق به در خواهند آمد. خبرنگار تلونیوز امروز سر به ولسوالی پغمان کابل زده و با شمار از خانواده‌ها و شهروندان دیدار و گفتگو کرده است. با آنکه با ورود به پغمان میتوان هنوز نشانه‌های رویداد انتحاری 2 روز پیش را مشاهده کرد، اما از کنار همین آوارها مردمان با خوشی و سرور می‌گذرند و در این ولسوالی میله‌های خوشی ترتیب می‌دهند. هرچه بیشتر جلو بروی مردمان بیشتری در فضای سبز دره پغمان می‌بینی. در 1 کیلومتری اینجا انفجاری 5 تن را کشت و 41 تن دیگر را زخمی ساخت. اما هنوز هم این رویداد انگیزه مردمان را برای داشتن خوشی و سرور بیشتر کم نساخته است. مردم اینمی پیام دارن که بیان فضل خدا امنیت آمده در ولسوالی پغمان. چیزی گپ نیست، خائنین از خداوند متعال این بدبختی را از کشور ما دور کنه. از پیاده تا سواره و از کودکان تا کهنسالان در این روز تعطیلی از گوشه‌های گوناگون کشور مهمان پغمان شدند. باشندگان این ولسوالی از این وضع خوشحالند و هتل‌ها برای مشتریانشان مصروف خدمتند. این مردم افغانستان یک مردم دلیر، شجاع و از کارهایی که دشمنای وطن انجام میتن هرگز نمیترسن و بالای روی از یا تاثیر ندارن. از دیگر روزا که امروز خوب است، امروز یک 30 موتر آمده اینجا پیش ما.
در زیر سایه های درختان سبز و در کنار جویبارها گفتگوهای دوستانه شاید به خاطره خوشی مبدل شود. و بر خواسته باشه مردم افغانستان متضرر می‌سازند، جوانشان متضرر می‌سازند، چون سرمایه آینده دولت است. هر کسی در اینجا مصروف کاری است. عده‌ای آستین بالا زدند و مصروف تهیه غذای چاشتند. کودکان در حال و هوای خودشانند و برخی هم مانند این مرد با نمایش میمونهای کوچکشان به لب‌های مردم خنده می‌آورند. شمشیر میگیره خانه خسرز سلام میروه جوان مرگی. از مردم خود ما خوشحال هستم که در افغانستان آرامی باشه، زیاد آرامی باشه. ما خوشحال هستیم، فامیلی که امنیت باشه، فامیلی آرامی باشه. در افغانستان صلح باشه و تا که ما بیایم به میله و خوش باشیم. میگویند پس از انفجار پغمان آگاهانه از زابل به اینجا برای میله آمدند تا برای مردم پیام کار بیشتر و تلاش برای بهبود امنیت بدهند. څوک د هیواد پرېږدي ودې تښتي بل هیواد ته دې لاړ شي. د ځوانانو دلته اکثره تعلیم کړی ده او دوی کولی شي چې په افغانستان کې دننه ځینې دغسې کارونه ترسره کړي چې په هغه باندې موږ وکولی شو افغانستان دغه ناامني څخه وباسو. پیش از رویداد انتحاری بر ولسوالی پغمان، هراس‌افکنان 3 موشک بر خانه عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی افغانستان، در این ولسوالی شلیک کردند. مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا بیش از هر جای دیگر در کشور پایتخت مورد تهدید قرار بدهند. اما پس از هر حمله و برنامه‌های انتحاری و انفجاری اینها در پایتخت، دوباره مردم روال عادی زندگیشان را به پیش میگیرند و با آمدن به تفریحگاه‌های مختلف در پایتخت اینها به خوشی و سرور میپردازند و میگویند که این حمله ها هیچ وقت نمیتونه روحیشان ضعیف بسازه. سید طارق مجیدی، تولو نیوز. نیروهای خارجی مهندسان داخلی و خارجی را با چرخبال‌ها از ساحه بند برق کجکی بیرون می‌کنند. شورای ولایتی هلمند میگوید که به دنبال درگیری‌های سخت در ولسوالی کجکی ولایت هلمند، نظامیان خارجی مهندسان را که مصروف نصب توربین سوم بند برق کجکی هستند از این ولسوالی با چرخبال‌ها بیرون میکشند. در همین حال معاون والی هلمند میگوید که راه رفت آمد ولسوالی کجکی به شهر لشکرگاه مرکز این ولایت بسته شده است و باشندگان این ولسوالی با کمبود مواد خوراکه روبرو هستند. باشندگان ولسوالی کجکی هلمند به کمک جدی و فوری نیاز دارند. نبردها میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی کجکی به شدت ادامه دارند و از 2 روز بدین سو مخالفان مسلح تلاش دارند تا پس از به دست آوردن اداره ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه، اداره ولسوالی کجکی ولایت هلمند را نیز به دست گیرند. شماری از اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند که از 2 روز بدین سو مخالفان مسلح اداره بخش‌های از ولسوالی کجکی را به دست گرفتند و تلفات بر 2 طرف نیز وارد شده است و نیروهای خارجی انجینران خارجی را که مصروف ساخت توربین سوم بند برق کجکی بودند با چرخبال‌ها از این ساحه بیرون کردند. اما شماری از خانواده‌های کارمندان دولتی هنوز هم در محاصره هستند. د کله چې په کجکی باندې جنگ شروع شو د وسلوالو مخالفینو الته خارجي انجینران الته په کار باندې اخته و په ډیناموګانو باندې هغه د دې څخه چې دوی ژوند د خطر سره مخ وو، دوی د خپل د ژوند د خطر په د ژغورلو په خاطر دوی د څو لنډ وخت لپاره دوی د کجکي څخه ولاړل. کومې سیمې چې تر مخه د دولت تر ولکې لاندې وي هغه یو څه اندازه د دولت د ولکې څخه وتلي دي، مخالف لوري گیر کړي. از سوی دیگر معاون والی هلمند هرچند از بیرون کشیدن انجینران خارجی از ولسوالی کجکی ابراز بیخبری می کند، اما می گوید که نیروهای تازه نفس به این ولسوالی فرستاده شدند و مصروف نبرد با هراس‌افکنان هستند و این می افزاید که در مسیر راه کجکی مخالفان مسلح ماین کاشتند و این را نیز بسته شده است و باشندگان محل سخت نیازمند مواد خوراکه هستند. دا مسله صحیح ده چې هلته نرخونه لوړ شوي دي، هلته د موادو په رسولو کې لاره کې وسلوالو مخالفینو ماینونه فرش کړي دي، خو بیا هم زموږ د افغان حکومت او زموږ د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې د خپلو خلکو په هر حالت کې په سختو حالتو کې هغوی ته رسیدګي وکړي، د هغوی په وړاندې موږ مسؤلیت لرو.
از سوی دیگر در یک خبرنامه قول اردوی 215 هلمند آمده است که مخالفان مسئله از 2 روز بدین سو بر ولسوالی کجکی حمله کردند که در نتیجه این درگیری ها 55 طالب مسئله کشته و زخمی شدند و به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید برای رسیدگی به بحران پناهجویی در اروپا به گونه مشترک دست به کار شوند. یکی از سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان که در کرواتیا سخن میگوید که نیاز است تا اتحادیه اروپا بیدرنگ برای پیدا کردن راه حل به بحران پناهجویی اقدام کند. پس از آن که بیش از 4000 پناهجو وارد کرواتیا شدند، این کشور امروز از 8 گذرگاه مرزیش 7 گذرگاه را برای پناهجویان بست. تورنمنت یک روزه رگبی در کلوب سپورتی اردو برگزار شد. در این رقابت‌ها 3 تیم از افغانستان و 8 تیم از سفارتخانه کشورهای خارجی حضور یافتند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تلاش دارند تا رگبی را در مکاتب افغانستان ترویج دهند تا اطفال بیشتر به این ورزش رو آورند. اینجا کلوب سپورتی اردوست، جایی که تیم‌های رگبی از افغانستان، نیروهای خارجی و چند سفارتخانه مقیم کابل برای برگزاری تورنمنت یک روزه رگبی با یکدیگر به رقابت پرداختند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید که تلاش دارند تا با همکاری فدراسیون رگبی افغانستان این ورزش را در مکاتب ترویج دهند. ما می‌خواهیم این ورزش را در مکاتب ترویج دهیم و اطفال را کمک کنیم که به این ورزش رو بیاورند و در قالب تیم‌ها با یکدیگر بازی کنند. ما با فدراسیون رگبی افغانستان کار می‌کنیم که این کار صورت بگیرد. در همین حال ملی پوشان رگبی افغانستان میگویند که هیچ توجهی به این ورزش نمی‌شود. مشکلات زمین ما زیاد داریم که زمین رگبی نداریم. به مخاطر بعض مسابقات یا تورنمنتایی که میشه برای تیم ملی و برای بچهای زیر 19 سال بسیار موثر است بازی ها. بسیار خوب تورنمنت و ما خوش هستیم همه تورنمنت ها برگزار شود و مردم و بتونیم رگبی را در افغانستان رایج بدیم. ورزش رگبی از سال 2011 میلادی در افغانستان پایه‌گذاری شده است و ملی پوشان کشور تاکنون در چند دور رقابت‌های خارجی حضور یافتند که از مهمترین آنان میتوان با کسب عنوان دومی در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا اشاره کرد. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان خوش.